فعالان جامعه مدنی در افغانستان در کابل علیه آنچه که آنها ناعهده برای حکومت در امر تامین امنیت در شهر قندوز مینامند اعتراض کردند. برخی تظاهرگران گفتند مقامات تهدیدها به امنیت مرکز ولایت را نادیده گرفتند. قندوز روز 28 سپتامبر از سوی جنگجویان طالب تصرف شد. بعضی اعتراضگران ادعا دارند که حکومت افغانستان دانسته و بر اساس معامله مخفی و طالبان امکان داده است که قندوز را بگیرند. مقامات افغانستان گفتند که نیروهای حکومتی حالا بخشی از شهر قندوز را بازپس گرفتند. فرماندهان امریکایی در یک مراسم بخشیده به تبدیل رهبری فرماندهی امنیتی دوره گذشته به متحدان افغانشان در کابل مراجعت کردند. رهبری کنونی و آینده این فرماندهی جهت ادامه پشتیبانی از نیروهای افغانستان وعده سپرد و گفته شد که آنها به تروریستان امکان نمی‌دهند در افغانستان جای پا پیدا کنند. این بیانیه 3 روز بعد از تصرف شهر قندوز از طرف جنگجویان طالب صدا داد. فرماندهی امنیتی دوره گذشته یک گروه نظامی تحت رهبری امریکاست که تقویت و تمرین نیروهای امنیتی افغانستان را به هدف دارد. ساکنان کهنسال گرجستان روز 1 اکتبر روز بین المللی کهنسالان را در پایتخت در شهر تبلیس با نقاشی و موسیقی تجلیل کردند. روز کهنسالان با کمک سازمان ملل تجلیل می شود و هدف آن آشنایی بیشتر با مشکلات مردم کهنسال است. تقریبا 15% اهالی گرجستان از 60 ساله بالا هستند و بسیاری از آنها با نفقه $67 در ماه روز می برند.